الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و گرامی، امروز 11 ربیع الاول انشاءالله درس امروزه ما، موضوع امروزه ما به سوالهای شما جواب گردانیدن. پیش از سوالها را جواب گردانیدن معذرت میخواهم که کمی مسئله در گپ زدن شاید سلفه زدن و کمی بیماری در همین گلومون هست. از شما عذر میخواهم که یکی در دوامای صحبت ممکن که ما را با یعنی در گوش کردن شما هم خلل رساند. از الله مهربان شفای جمیع بیماری ها را خواهش میکنیم. برادران عزیز و گرامی، در این لحظه های بسیار خیر و در این لحظه های بسیار مبارک از خدای مهربان خواهان او هستم که این کارهایی که با مقصد ثواب انجام می‌یابد خدای مهربان از ما قبول بگردانیم و خدایا این خدمت هایی که میخواهیم انجام تیم و در عوضش خواهانی اجر و خواهانی راحت در خانه قبر و روز قیامت دارم، خدایا از این برخوردارم بگردان. و الله مهربان دعا میکنیم که خدای مهربان جمیع آن بندگانی که بر الله مهربان و پیامبر نازنین محبت دارند، میل دارند، اخلاص دارند، خدای مهربان عمر دراز، ایمان کامل و در کارهای دنیوی و اخرویشان الله مهربان برار و برکتشون نصیب بگردان. خدای جمیع بیماری ها را شفای کامل نصیب کن. گذشتگان ما را الله مهربان رحمت و مغفرت کن. الله مهربان در این ملک ما، در این سرزمین ما فیض و برکات نازل فرما. آفت و بلاها را خدای مهربان دور بگردان. جناب ابوبکر صدیق گفتند رضی الله عنه: من دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی عمرش در این دنیا تمام می شود و خانه قبر می رود، ولی ابوبکر صدیق گفتند 100 افسوس که با خودش یگان توشه نمی برد، یگان کردارهای نیکی را با خود نمی برد.
حضرت گفتن این شخص به مثال آن نفری هست که در یک دریای کلان، در یک بحر کلان داخل شده است و با خود یگان چیزی سواره ندارد. آدم وقتی در بحر می افتد یا دریای کلان می زند، چیزی نداشته باشد که او را یاردم کند، حالش در اون بحر چی می شود؟ الله مهربان ما هم چگونه که فرمودی نحن قدرنا بینکم الموت، من برای هر کدامی از انسانهای در روی عالم الله میگوید من وقت جدا کردم. همون وقت که تمام شد ما به خانه قبرمان میریم. الله را دعا کنیم که از این دنیا ما دست خالی نریم. از این دنیا ما به عمل صالح نرویم، تا که مثل همون آدمی که در بحر می افتد و با مشکلات روبرو می شود، دست خالی در خانه قبر مثل همون است. و حضرت عمر رضی الله عنه فرمود عز الدنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال. هر کسی که در دنیا پول دارد، مال دارد، عزت دارد، لیکن خانه آخرت، قبر، قیامت از دنیا فرق دارد. اونجا در جای مبلغ عزت را کسی می‌یابد که عمل صالح دارد. خدای مهربان ما را در این دنیا پایبند عمل صالح بگردان و در خانه قبر و روز قیامت با این دستاویزامون، با این مهنتامون، با این زحمتهامون خدایا مرتبه و مقام و منزلت منصیب گردان. حضرت جنونی میگو بندگان نفس را صد حیف نامی بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکند. بی خبرها در فریب عشرت امروزه اند، با خبرها روز و شب انجام فردا میکنند. الله مهربان ما را از زمره همون بندگانی با خبرت بگردان. خدایا برای ما قوت نصیب نگردان که ما آن قوت را در جای صرف کنیم که اونجا غضب تو و قهر تو باشد. خدایا برای ما توفیق نصیب کن. برای من و برای جمعی بندگانت میل و خواهش به سوی بندگی پیدا کن. الله مهربان دنیا و آخرت ما را آباد گردان. خدایا با همین ایمان حیات بردن را و با همین ایمان دنیا را پدرود گفتن مان و با همین ایمان روز قیامت سر برداشتن برای همه ما بندگانت نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، چگونه ای که من آگاه کردم، امروز من در پیش سوالهای زیادی دارم و بر شما انشاءالله جواب اینها را میگردانم. بسیاری از برادران در این جهاز نگاه کردم، 4 سوال به یک معنا آمدن که حاجی بابا آیا غیر همین شبکه نور تیوی که ما در یوتیوب داریم، آیا غیر همین باز یگان شبکهش دیگر دارین شما؟ نه برادران عزیز، ما همین شبکه ما، همین صحیفه ما به نام نور تیوی هست که الحال الله مهربان امروز دستمان داد است و زیاده از 104 ویدیو در همین شبکه داریم که همش
از روز آغاز تا امروز از درخواست شما عبارتند و دیگرهایی که به نام ما کشادند و همون صحیفه هاشون گوییم یا شبکه هاشون فعالیت دارد، لیکن به ما یگان ربط ندارد. اکنون جای دیگر ملامتشون نیستو، ولی خوب میشید که همونهایی که از نام ما کشادن یک بار با ما مصلحت میکردن که حاجی بابا اجازت باشد اگر ما از نام شما یک صحیفه کشاییم. اگرچند من خدا را سپاسگزاری میکنم که همونهای از نام ما کشادن، بگذار خیلی یک پهلوی زندگیشون هم که اگر برده توانند، پهلوی دیگرش با برای چندین نفرهای ترغیب و تشویق می شود. اونها مقصد یگان فایده های دینی می برند، ولی اجازت گرفتن، مصلحت کردن بسیار کاری نیکه. برای همین می شود که آدمایی که در همون صحیفه هایی که به نام ما میگذارند، ولی بسیار چیزهایی را هم در داخلش از دیگر نفرها هم میگذارند که ممکن به نام ما چندین باز غرضها و چندین کارهای باز بگیم با موافق طبع ما نیست، اونها را هم داخل کنند. برای همین شما برادرها این قدر دانید که همین صحیفه اساسی ما همین نور تیوی هست که در یوتیوب مقصد ما انا الحال الحمدلله رب العالمین که در گردی همین کار کردیم و خدای مهربان برای پاینده بودن همین صحیفه هم از الله همیشه دعا گوییم که خداوند همین امکانیت از ما نگیرد. میاییم برادران عزیز به سوال هایی که در پیش من است، من میخوانم و به شما جواب میگردانم. یکم سوالی که بر من دادن، گفتن سوراخ کردن بینی و گوش. سوراخ کردن بینی و گوش آیا برای زینت، برای زیبایی، برای زنها جایز است یا نه؟ جایز است. اگر بینیم از زمانهای پیش مسئله سوراخ کردن گوش ها که در او گوشوارک می انداختند که برای زن یک بسیار زینت است، همچنان در بینی هم سوراخ کردن و مقصد همو گذاشتن هر یک نوع زینتی که مثال موره میمونند و با اون مثال در خودشون یک زینت میدارند، این تغییرات نیست. چهلهایی که مثال پیشتر ما گفتیم که تغییرات های در حسن میدارند، این تغییرات در نمیدارند. این مقصد زینت هست. از این خواهرای ما، مادرای ما اگر استفاده برند هیچ باکی ندارد. از آن جمله عبدالحی لکنوی هم در فتاواش این مسئله را اجازت داده است. جناب رد المحتار هم در این مسئله فتوا داده است. برای همین هیچ باکی ندارد و همیشه خواهرای عزیز خداتون از زینت بتید. زینت دادن بسیار برای شما خوبی و خیری زیاد دارد، زیرا که من در بسیاری از محفل ها میشینم، مردها از ما خواهش میکنن که حاجی بابا درباره همین زن خچ زینت بتد در خانه در نزد مردکش، در همین بابت هم همین مادرها را گوش زد کن. بله مادرای پیش مصلحت میدادن دختراشون وقتی شوهر میدادن، میگفتن بچم همین چشم برای دیدن است و بینی برای بوییدن است. حرکت کن که چشم مردکت همیشه زیبایی را ببینه. یعنی نه تنها در صورت ختان، خواهرای عزیز از سرمه استفاده برین.
از اسمه استفاده برید. یعنی از هر چیزی که برای زیبایی شما هست که اگر به شرط در اون جسم شما زیان نتد، مقصد خیمیکات ها نباشن. خدا رحمت کنه صاحبای کتاب میگه از همه در زن در چهرش تازگی و نور از آب طهارت های. اگر خواهرای ما ببین آب طهارت حتی نوشیدنش ثواب داره. آبی که مثال از طهارت میماند همون نوشیدنش حتی ثواب داره. برای همین وای میگه چهره زنها را میگه تازه میکند، زیبا میکند، نورانی میکند. یعنی اگر به شرطی که همین خیمیکاتی که آیسته آیسته مقصد در رخساره های شما، در چشم های شما زیان نرساند، مقصد هر چیزی که خودت زینت دادنی باشی میلش چی باقی ندارد. تا چشم همون مرده که تو وقتی که مقصد زینتی تو را، زیبایی تو را که ببیند، شاید که از بسیاری کردارهای زیشتی که مردها مثال در زیبایی دیگر زنها میبینن و میلشون در اونها پیدا میشود، این زیبایی تو اونها را از همین راه میگردانند. که وقتی بیاید در خانه مقصد اکن جای خفگی نباشد، چشمهاتون خوابالو، حتی روی ناشسته، حتی مقصد با بعض نقص کمبودی که در چهره هاتون باشد، موی های مثال شانه ناکرده، این چقدر یک حالتی بده. هر یک بیننده حتی ببینه ناراحت می شود. برای همین خدای مهربان اگه در زن ببین زینت در زن گفتن، شما میتونین دایم روی مال های زیبا بندین، خب گردن بنده های زیبا بندین و هر چی که از زیبایی دارین همون شایسته و لایق شوهراتونه بکنین برای اونها. بگذار تا دلهای اونها از شما خوشنود شود. بگذار به دیدن چهره زیبای تو، لباس تازه که تو، وقتی هم مردکت خوش شود، بگیم اشتهای همون باز در تو زیادتر شود، میل و محبتش در تو زیادتر شود، بوی خوش استفاده کنین. برای همین ببین صاحبای کتاب حتی در سراخ کردن همون بینی هم اجازت میتد که مقصد یک باز یک زینت دیگه که زن میشود، این هم با برای زن خوبی دارد. الله مهربان خواهرای عزیز، آنچه که میگون شما را توفیق عمل کردنش هم نصیب بگرداند. دیگر سوالی که در اینجا آمده است، گفته است همین زن چاروا را ذبح کرده میتونه؟ میتونه. اگر کدام مادر ما مرغای، بوزای، گوسفندای، گاوای، یعنی اگر همو غیرت بگیم یا همو قوت داشته باشد، ذبح مثال چاروا برای زن هم درسته، برای مرد هم درسته، برای زن هم درسته. بعضی همون خرافات های پیشینه بود که برای اون که زن مقصد مال ذبح کنه باید که فلان چیزها را مثال با خود بگیره. هیچی در کار نیست. همون چه خیلی که همین مردها کار در دست میگیرن، دست و پای مالا میبندن، رو به قبله میکنن و بسم الله گفته و همو کار در حلقش میدوانن. شما هم میتونین همین کار انجام تین. اگر ای دستان می آمدگی باشد هیچی باقی ندارد. درسته خواهر عزیز؟ سوالی دیگر من گفته 3 پسر دارم، 2 پسرم کلان هست، دانشگاه می روند، شوهرم در روسیه هست. مرا قسم داد که اگر پسرانت به اجازت تو به یگان جا روند تو برای من یک طلاق باشی، ولی آنها کلانند، گاه می شود که می روند. من چیکار کنم؟ آیا طلاق شدم یا نه؟
من برادران عزیز و گرامی با تمام همین جوانمردایی که زن دارن مراجعت کردنیم که همین شرطهای بی‌معنی نمانید. بسیار شرطهای احمقانه میمونید. آیا همین شرطی که شما موندین همون مادر بیچاره از عهده برآمده میتونه؟ باز همین دوره هست که همین خیلی شرط ها مونید. شاید که مثال مادر آگاه کند که من مقصد بازار میرم، بعد از بازار مقصد یک بازار را رخصت شگیری، با دیگر جاهایی که مثال خواهش کرد اونجاهاش رود، بعد حال زندگی تو چی میشود؟ چرا همین خیلی نادرست مقصد شما شرط ها میمونید؟ شرط میموند که اگر با پدر و مادر اگر من بینم که اگر تو گپ زنی تو بر من 3 طلاق. ای برادر عزیز و گرامی، من با تمام زنها میگم که برای شما از همه درمد اول پدر و مادرت میسته. از همین خیلی شوهری بفهم ده همون پدر و مادرش مهمه. پدر و مادر الله مهربان مرتبه و مقامش بلند کرده است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند در زیر همین آیت قرآن میگه اولا از من تشکر کن، دوم از پدر و مادرت تشکر کن. اتو میخیزی میگوی با پدر و مادرت اگر بینم صحبت کردن تا یا اگر خانه پدر و مادرت رفتی تو با ما فلان فلان طلاق. برادرای عزیز و گرامی، از این شرط های بیهوده و بیفایده و بیمعنی تان دست کشیم برادرای عزیز. و زندگی ها تانن با دست خودتان گفتی همون تاجیکای ما با دست خودت روی خودت سیاه نکن. همین شرطی که تو مانده اگر همین فرزندا به اجازت همین مادر یگان جا که روند این زن دیگه طلاق می شود. در طلاق تو میدانی که تو غضب خدا را بیدار میکنی، تو قهر خدا را بیدار میکنی. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی بس کنین نمی طلاق کردنه، بس کنین نمی شرط های طلاق موندنه. او گپ در دنیا کمای او تو در روسیه ای الله را سپاسگزاری که این زن با فرزندکاتا مصلحت میته و نصیحت میکنه و آب و نانشان میکنه و برای اینا با خدمت میکنه و تو در اوج مقصد برای شکم اینها این بیچاره برای تربیه. و برعکس زنگ زد بگو بچه‌کات خودت نصیحت کن. مادرشون هم خواهش که زنک مقصد اگه من رای دورمون بچه‌کا را به نظارت نمان. او این گپ چه حاجته که اگر همین ها فلان شوند تو بر من طلاقی؟ فرزند یازیره را نمیدانی که نه پروای تو داره نه پروای چشم. برای همین برادرای عزیز و گرامی هر کی خیلی شرط بماند زنش طلاق می شود. سوال دیگر: بابا جان در وقت قرائت قرآن پسرم در دستم بود، ناخواست ورق قرآن را دراند، آیا من گناهگار شدم؟ بسیار غمگینم. این خواهر ما وقتی تلاوت قرآن میکرده است فرزندکش در دستش و ناگاه مقصد نافهمیده ورق قرآن کودک داخل. نه انشاءالله این کاری نیست که خواهر عزیز یا برادر عزیز حتی اگر قرائت هم ندارم خانه هم که باشد کودک بیاید این سوالات در من بسیار شده است. روچکه را گرفته قرآن مثال شکیدن، قرآن دراندن، در بالای قرآن آوریختن، لیکن با این از بس که اینا مکلف نیستن، اینا عقل که ندارن، انشاءالله شما گناهگار نمیشین. لیکن احتیاط کنین که قرآن در جای نگذارین که همون دست کودکاتون رسد. قرآن از وقت از قدمون بلند میگذاشتیم، در حالت همون قرائت هم در حالت تلاوت هم حرکت کنین که مقصد به همتری به پروای مثال راه نتین. ولی انشاءالله در این کار
ягон гуноҳи шудагӣ нест. худо баракатон тиҳад ки шумо мисол қуръон мехонед. устодҷон дар бораи касби заргарӣ чӣ мегӯед? Чунки як шахс гуфт ки пайғамбарамон ин се касбро маломат кардааст. оё ин дуруст аст? не хоҳарои азиз ё бародарои азиз, ана ҳеҷ вақт пайғамбари нозанин он касбе ки дар уҷа ту мақсад ризқи ба даст меёри, як касби ҳалол, заргарӣ, яъне ин ягон ҷои гуноҳш нест. дар иҷа ягон коре анҷом намешавад ки гӯем ки дар ягон ёрдами гуноҳ бошад. як касби ҳалоли тозаи покиза. ҳеҷ гоҳ пайғамбар касби заргарӣ аст. шумо вақте савола менависед, ҳамун одамое ки шуморо манъ мекунанд, шумо ҳамун оятай, ҳадисай ё мисол аз куҷо ҳамуно гуфтанд, шумо адреси ҳамуро биёрен бинависен. баъдан ман гӯем барои шумо ки мисол ҳамин сухани овардаги ҳамун то чӣ андоза ҳақиқат дорад ё на. лекин ҳозирада ҳеҷи боки надорад. дурустай дар байни ду бародар муноқиша мешавад. бародари калон ба сӯи бародари хурдӣ мегӯяд, агар ман пеш аз ту зан гирам, ҳамон зан ба ман 3 талоқ. то ҳол ҳар ду бародар зан надоранд. бародари калон метавонад ки зан гирад ё на. инам як шарти аблаҳона. бубинед ҳозир аҷиб шидааст, ҳозир як бепарвоӣ шидааст. дар мо ҳозир аз ҳамада оддитарини қасам валлоҳияй ё худо бизанам, як қасами оддӣ шидааст. яъне аз ҳисоби бигем дигар ҳатто ба аллоҳ қасам мехӯранд, дигар боваршо намекунанд. мегӯянд не мисол, яъне эътибор надорад дигар. аз ҳисоби ана ҳамин гӯем ҳамин қасамҳоро ки зиёд кардему дар пӯшон дурӯғ гуфтем, ҳамиам эътиборшо гум кардем. ҳамчунон ин одамам дар мо ҳозир ҳамин қасами талоқ. ҳозир дигар ҳама тамом шида қасамш метад, бугӯ ки занам 3 талоқ, баъд мақсад кортабуд мекунам. накунед ин корора бародарои азиз. лекин ин бародарам то агар яъне ҳамон бародари хурдӣ зан нагирад, бародари калонӣ зан гирифта наметавонад. бародари хурдӣ зан мегирад, баъд ин шарти талоқ айбайн меравад, баъд бародари калонӣ зан гирифта метавонад. ва ило агар зан гирифт, занаш 3 талоқ мешавад. устоди азиз, занамро тифли 7 моҳае ки дар батни модар мемирад, дар қиёмат шафоатгари падару модар мешавад ё на? яъне дигар саволи ки омадааст, вақте ки кӯдак ана 6 моҳу 7 моҳа дар шикам ай дунё мегзарад, оё инҳо мисол шафоаткунанда мешаванд ё намешаванд? яъне инҳоро худо раҳмат кунад, донишмандои мову шуморо. кӯдаке ки агар ба дунё вақте меояд, зинда меояд, анамуша эътибор медонанд. зинда меояду бигзор агарам 1 дақиқа ё 2 дақиқам ки агар ҳаёт буду баъд гузашт, анамира мегӯянд ки аз зумраи кӯдакҳое ҳаст ки дар рӯзи қиёмат шуморо шафоат мекунанд. инҳое ки мисол бигем аку норасӣ ай дунё мегзаранд, дар атрофи инҳо яъне нагуфтанд ки инҳо шафоаткунанда мешаванд. онҳоиш ки мақсад бубинен мурдагӣ ба дунё меянд, инҳоро фақат кафан мекунанд, мебаранд дар гур мемонанд, ҳатто ҷаноза ҳам надоранд. лекин инҳоиш ки зинда мисол таваллуд мешаванд, ҳамин 1-2 дақиқа баъдам ки агар дунёро падруд гуфт, номшон мемонем, кафаншон мекунем, лаҳадшон мекунем ва бурда мегуронем. ана инҳо иншоалло рӯзи қиёмат моро шафоаткунанда мешаванд. хоб бобоҷон, нӯшокиҳои гарила, редбул ва дигар нӯшокиҳо мисли инҳо мегӯянд ба намоз зарар дорад. оё ин дуруст аст ё на? яъне имрӯз ҳамун редбулу гарилаву хеле хулас бисёре нӯшокиҳо. асли фатво ҳамин аст бародарони азиз ки мо таркиботи ҳамонро саставу мегим, таркиботи ҳамонро бубинем.
اگر باشد در ترکیبات اونها نباشد یگان چیزهای شبه آور، نباشد مقصد همون موادهایی که حکم اونها حرامن، همونها که نباشن مقصد نوشیدنشون اجازت های. یا مثل در همین قندها میگیم یا قنفید میگیم، در همین ها هم مثال یا شکلات هایی که پلیتشنی هستن، اگر هم سستواش میبینیم، همون ترکیباتش میبینیم، اگر چیزی از شبه آور و حرام که نباشد باید تناول کردن اجازت های. لیکن برادر عزیز، ما گفته بودیم که فتوا دیگر چیز است و تقوا دیگر چیز است. شما اگر به شرطی که از هر نوشابه هایی که مقصد برای نوشیدن که همه میگد همین ها را، تمام تلویزیون و اینترنت و دکتر پیش دکتر برای حاضر همش منتون میکنند که همین آبهایی که مقصد همش از خیمیکتن، همین ها را نخرین میگن. از او در شکر الله مهربان همین بازار پری سوزی، بازار پری کپوس، بازار پری لبلبو، بین دیگر میوه هایی که مثال در بازارها هست، آبیار همونها را مقصد آب کرده یا همه را زنده خودش خوردن، از هزار همین ریدبول و گریل و دیگر مثال نوشابه هایی که همش مثال بگیم خیمیکتن که اونا حتما در درونی ما و شما زیان دارن، هزارها بار بهتره برادر عزیز. برای همین منم به شما توصیه میتونم که شما از همین میوه های تر و تازه بخورین، از این آبها مقصد من نمیگم که اینها حرامن، بلکه احتیاط کنین، هم جهت شریعتیش هم جهت سلامتیتان، انشاءالله بهترین میشود، خوبترین میشود. الله مهربان توفیق داد. سوال دیگر، ما عائلوی در مهاجرت هستیم، در تاجیکستان در قشلاق خانه داریم، ولی مادرم میگوید که در شهر خانه گیریم، حاضر $9,000 داره، از این پول زکاتیم یا نه؟ همین کسی که $2,000 حساب کنی که نمی 1 ینور ده تو $2,000 در دستت آمد، تا 1 ینور آینده یعنی دوام 1 سال همین پولا نگاه کنده کن. اگر همین پول همون 2,000 باقی مانه، از همین تا علاقه 2.5% زکات میتی، یعنی $50 شد. اگر به شرطی که همین در همین دوام 1 سال خب تجارت کردی، همین پولا در گردش ماندی، شید 3,000 ای 3,000 میتی، شید 5,000 ای 5,000 میتی، یعنی این 9,000 که شما دارین از این شما حتما زکات میتین، زیرا از 2,000 علاقه نصاب زکات سر میشود، یعنی همون عددی که باید همون پولی که از او زکاتیم ای 2,000 سر میشود. دیگه او طرف چنده که رفت همین 2.5%، یعنی ای $1,000 $25 شما زکات دادن میگیره. خب بابای حاجی، پسرم یک بار سود شده بود. من قسمی بسیار بد خوردم که بار دیگر همین کار را کنی من کمکت نمیکنم، ولی باز به محبس روسیه افتاد. من یگان وقت از خویش و تبار خواهش میکنم که کمکش کنم، گاه خودم کمکش میکنم، در دلم نمیماند. و من چی مصلحت میدید که رفع قسم شود؟ یعنی برادر ما قسم خورده است، بچه‌اش تاکید کرده است که مقصد دیگر دست به بدبختی نزن، که مقصد یک بار محبس شدی یا یک بار همین کار کردی من ترا بخشیدم، دفعه دیگر کنی اگر مثال ممکن قسم خواهد که قسمش نآورده است در اینجا، اگر به شرط همون قسم طلاقی مانده باشد که قسم به خدا که اگر من ترا یاردم کنم دیگر زنم 3 طلاق، یاردم کرد زنش 3 طلاق میشه. لیکن اگر به شرطی که قسم خورده باشد که والله بالله تالله که اینا قسمای حانیسی هستند، یعنی اینا کفارت دارن که دیگه من یاردمت نمیکنم،
لیکن دلش نماند و با یاردم کرد. در اینجا که مصلحت ما همینه که برای همون کفارت قسم واللهی خوردگید یا 10 مسکین طعامتی یا 3 روز روزه میگیری. یعنی اگر 3 روز روزه پی در پی گرفتی، مثلا دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه 3 روز روزه میگیری، همون قسم خوردگید که اگر مادام تو قسم شکستی گناه کبیره شید، همون گناه کبیره در تو نویسنده نمیشه. یا 10 مسکین طعامتی، مثلا در یک روز ممکن در همین تاجیکستان در مثال 30 سامان، یعنی سحر خورک بگاه خورک ده شود، یعنی 10 تاش 300 سامان مثلا صرف میکنی، همین کفارتی همون قسمی تو است. سوال دیگر، خالهای زیادتی که در روی میبراید با واسطه تیب گیریم جایز است یا نه؟ من گفته بودم که هر یک گوشتی که یا خال باشد یا گوشت باشد، یعنی چیزی که از همین خلق کرده خدا زیادتی است، شما میتونید که او را با طریق تیب رفته جراحی کنید، مقصد بگیرید. من از جراحی کردنی مقصد همون چگونه که گفته بودیم زنها پیشوی براشون جراحی میکنن، خب بعضی همون نمیدونم چی میمانن، برای جلب کردن باشد یا برای مثال خودنمایی باشد، الله نیتی او را میداند. لیکن هرچی باشه نباشد این تغییرات است. الله بر این خیل آدم ها غضب میکنند. من گفته بودم موی اضافه میمانند، ابروهاشون هم میتراشن، ابروی نو میمانند. همه اینها در جسم شما ضرر دارد. با زمین آنی که شریعت من میکند سلامتی ها تون ویران میکند. من برنامه مخصوص از همین روسیه نگاه کردم، اکثر همون زنهایی که می کار کردن همشان مبتلای کسل رگ شدن. طبیب هایی که می کار کردن همشان بردن زندان کردن. برای این چیزا را احتیاط کنین. سلامتی از همه چیزی مهمه. شما میکنین چندین چشم ها در میجه های زیادی موندن، بعضی پلاستیک ها موندن کور شدن. برای همین شما به دست خداتون به این احوال نبرین. از زیباگی شما خواهرای عزیز، زیباگی شما رفتارای خوب شما، زیباگی شما حرمتی مثال حرمت کردن شما های، زیباگی شما پیشک در لوح بمان، قرآن بمان، زمزمه کده بخوان، قسم به بزرگی خدا، ای در زیباگی دیگر نیست. فردوسی در شاهنامهش میگد چی خوش گفت فردوسی پاک جان به شاهنامه اندر بیانی زنان. ولی در شاهنامه میگه ببین فردوسی چی گفته است، بهینی زن در جهان آن بود که پیوسته با شوی خندان بود. مگو این سخن را نه پا و سر است، حدیث و سخنهای پیغمبر است. خواهرای عزیز، حتی شاهنامه ده هم فردوسی میگه میدونیم بهترین زن کدام زنه. نگفت که قدی بلند داشته باشد، نگفت فیگور خشو داشته باشد، نگفت که مقصد ابروهاش مثال چشمهاش همه دیگرگون شیدگی. گفت همونه که همیشه در چهرهش تبسم دارد، در چهرهش قناعت دارد، حرمت دارد، احترام دارد. همونه که مثال شوهرش یا پدرش یا مادرش وقتی میگه خدای مهربان برکت تیه، میگه بهترین زن در روی عالم همینه. برای این خواهرای عزیز مصلحتی من هم همینه. من از وقتش هم برآمدهای پیش میگفتم که از ایه که یک زمانی همین کم از دخترامون شوهر میدادن که تا حاضر هم همین چیز هست که میانی اکثر همین تاجیکی ما را همین خراجات های زیادتی شکستگی های. لیکن میگفتم که آخه از این کمازی که تو پوری سپلنی و پوری مقصد بگیم ماشینکه های جامشویی و تلویزور و ستال و ستول و بلا بتر میکنی، از این دخترک در یک عقل فراست، دختر در یک آدمگری، دختر در طرز
روزگذرانی، دخترک در یک معامله خوب، اینها را تعلیم بده. زیرا که مال آدم سعادتمند کردن نمیتونه، مال آدم خوشبخت کردن نمیتونه. خدای مهربان توفیق بده. استاد جان، اگر پدر برای نوشیدن عرق پول طلب کند، ما فرزندها با او دیم گناهگار میشویم یا نه؟ اگر شما حرکت کنید که پدری که اگر به شرطی که فقط کارش همین نوشیدن عرق باشد، فقط کارش مقصد همین کشیدن سیگار باشد، یا فقط کارش مقصد مبتلای به زنا باشد، شما اونها را مبلغ گذاری نکنید. انشاءالله در پیش خداوند شما هیچ گناهی ندارید. شما مبلغایی که مثال به دست میارین در دست مادرتان بتین، برای آبادی خانه‌تان صرف کنید، برای بهبودی خانه صرف کنید و همون کار و بار پدرتان هم به مادرتان حواله کنید که همون مادر خودش قطعا پدر سر کار گیره. وقتی که مبلغ شما طلب کرد بگو دستی مادرم ده، برای از مادرم بگی، مادر تا بفهمان، مادر تا بدانان، از اوی که مثال با تو دلسیا میشوه، با تو جنجال میکنه، با تو خفگی میکنه، از او ده همون مادرت قطعی بگو من یگان مبلغ ندارم، چیزی بود دستی مادر ده دادمش، برای از هم مادرم بگی. انشاءالله با مادر سر به سر شود و بهتره. اوی که با شما خفه میشود، با شما ملال میشود. بابا جان، شوهرم به یگان اساس دخترم را میزند، میگوید که کاش مثل پیشینه دختران را کشتن جایز میبود. بابا جان، من بسیار غمگین میشوم، گوید که من چیکار کنم؟ حیران میشم من در این سوال ها. پدر دخترش دای میزند، با میگوید است که کاش که هم دورای پیشینه واری باشد که همین دخترها را میکشتن، کاش که من همین را بکشم. مقصد من با این مقصد پدر چیکار کنم؟ من نمیدونم خواهر عزیز. آدمی که اگر ذره توفیق، عقل، فراست داشته باشد، نه تنها فرزند خودش بلکه فرزندای بیگانه را بالای سرکاش سیله میکنه. های فرزند دوست داشتن، فرزند احترام کردن به گردن پدر و مادرم واجبه. ولی در حدیث ها خواندم یک نفر پیش پیامبر میاد، میبیند که پیامبر نازنین ما با امام حسن امام حسین که نبیره هاش بود با پشت غلطی دست اونها بالای شکم حضرت ده، بالای گردن حضرت ده بازی داشتن. آمد گو حضرت من 10 تا فرزند دارم، لیکن این کاری را که شما کردیستین من با اونها نمیکنم. یعنی من بسیار مقصد یک آدمی سریاس نیم که کودک طرف ما آمده نمیتونه، یا کودک مقصد دلاور نمیشود که روی مرا نگاه کنه. پیامبر گفت که من لم یرحم لا یرحم. گفت کسی که اگر رنگ تو بیرحم باشد خدا با او رحم نمیکند. نگفت که کار تو بسیار خوب، گفت اگر رنگ تو واری کسی بیرحم باشد خدا با او رحم نمیکند. یا آدمای بیرحم میگن. برای همین مادر عزیز، شما که خودتون پیش راهش بگیرین، نمانین که از وقتش میگفتن که اگر همین پدر دختر را بزنه فرزند بدبخت میشود. ببینین این گپ اگر چند اصلی شرعی هم ندارد، لیکن برای پیشگیری از طریق بعضی ابله‌ها بسیار خوب بود که پدرها دخترها را نمیزدن که یک دخترم بدبخت نشود. برای همین بسیار احتیاط کنین، فرزندکاتون دوست دارین. ولی در یک قصه خواندم که یکی از نشانه هایی که انسان اخلاق خوب نداشتنش، میگه یکی از نشانهاش همینه که وقتی خانه در آید کودکا همه هر طرف فرار کنند. یعنی به جانب پدر نه دوان نیایند یا به جانب مادر نه دوان نیایند، او را مثال در آغوش نگیرن و هر کی در هر جا پنهان شود که
آتم آمد یا آچم آمد. میگه این مادر و این پدر بد اخلاق ترین انسان در روی عالم. سوال دیگر: استاد جون، در مهاجرت هستم، در زمستان روزها کوتاهند، من عصر را قضا میخوانم به خاطری که در کارم، آیا گناهگار میشوم؟ یعنی این برادرای ما در مهاجرت که هستند خلاص نمازهاشون به خاطر کار قضا میکنن. من 10 بار گفته بودم کار عذر نمیشود. یعنی کار عذر نمیشود که ما نمازمون نخونیم. از کار در برادری عزیز همیشه کاری بندگی مهمتره. شما حرکت کنین که هیچ وقت نماز ترک، نماز عذر نداره. حتی میگد در مسئله ها که یک آدم میگد در یک حاجت خانه میافته. این صوفی علیار در کتابش میگه، در کتاب مسلک المتقینش میگه وقتی در حاجت خانه میافته و تا حلقش میگه اگر به شرط نجاست باشد، همین سرش میگه بیرون باشد، همونجا میگه اگر وقتی نماز باشد به اشاره نماز خونه. آدمی را میگن جراحی کردن، تناش پری خونه، روش اگر طرف قبله هم که نباشد، میگه مادامی که همین کلکش اگر حرکت میکردی باشه به اشاره سرش، اگر طهارت هم ندارد، حتی کسی نیست که حتی تیمم شم که بدراند، میگه در همون حالت میگه نماز خونه. برای همین نماز عذر ندارد. نمازاتون مهم است، نمازاتون خوانید برادر عزیز، زیرا اولین حساب بنده در روز قیامت ای نمازه. سوال دیگر: بابا جان، اگر مخفی نباشد شما پیغمبر خدا را در خواب دیده اید یا نه؟ اکو برادرای عزیز و گرامی، سوال هایی که به شخصیت دخل دارد حاجت نیست که شما از ما پرسید. من یک بنده گناهگارم برادر عزیز، من یک بنده خطاکارم. به خدا قسم من از همین علمی که امروز الله بر من داده یا همین یک دویی که مرا احترام میکنه، من از همین بسیار در تشویش شدم. همیشه از الله مهربان زاره و تولا دارم که خدای مهربان کمبودی ها ما، خطاها ما، لغزش ها ما ببخش. خدای مهربان قوتم بده، توفیقم بده، به قدر همون استطاعتی که دارم من از تو بترسم، من از فرمانهای تو مقصد پیروی کنم، از هرچی من کرده باز بیستم. بسیار برای ما مشکله برادر عزیز. برای همین ما دائم در آرزوی همینیم که پیغمبر خدا را در خواب ببینیم. شاید دیده باشیم، شاید برای ما سخنهای نیک هم گفته باشد. الله را بسیار سپاس گذاریم، خدای مهربان همیشه تشکر میکنیم و دائم دعا هم میکنیم که کاش که همه خوابهای ما عبارت از دیدن پیامبر نازنین باشد. برای سوالهای شخصی بسیار میاد: شما چند ساله این؟ شما چند زن دارین؟ شما چند فرزند دارین؟ همین ها مهم نیستن برادران عزیز. مهم همین است که شما هر یک سوالی را که من جواب میگردانم شما در حق ما دعا کنید که خدای مهربان همین روز همین امکانیت بر من داده است و همین امکانیت بر شما هم داده است که با من روبرو میشین، با سوالات من جواب میگردانم. در حق دیگر فقط دعا کنیم. شخصیت در رسیدن هیچی یا پرسیدن یگان من چند فرزند دارم، من چگونه زندگی دارم، خیلی الله مهربان خودش دیده است، میداند، مردم میبیند. برای همین برادر عزیز از این چیزها پرسیدن کمتر خودداری کنید. از پیغمبرها کدام پیغمبر زنده است حالا؟ فقط حضرت عیسی زنده است. از پیغمبرها حضرت عیسی زنده است که من در موضوع پیشترم
درباره امام مهدی گپ زده بودم و شما اگر گوش کرده باشین که حضرت عیسی را فرشته ها میارن برای نابود کردن دجال. برای حاضره ده حضرت عیسی علیه السلام گوییم که حیاتن. استاد عزیز، در روسیه به خاطر کار تا به آنها عرق یا کنیاک نخریم به کار قبول نمیکنن. اگر ما خریم گناهگار میشویم. کوشش کنین برادرای عزیز که یعنی به این کارها داده نشید. کوشش کنین که در همون آدمایی که به توفیقن، همون آدمایی که از همین مثال کارها به همین کارها داده شدن، شما خداتون پیش اونا خار ذلیل نکنید. الحمدلله امروز همین روسیه هم اینقدر بچه های خودمان امکانیت شرایط های خوب پیدا کردگیان. هست جایی که برین مراجعت کنین، یگان جاهای کارتون مثال برای شما پیدا کنن. پیش ایتری آدمایی که دستاتون پوری مثال همون حرام ها و در دستاتون برین بعد اداره به اداره که ما بگیر همین را مرا کار ده قبول کن، خداتون اینقدر خار ذلیل نکنین. برادران عزیز و گرامی، بابا جان در روسیه در وقت سرما بعد از پیشاب خود را خوب پاک کنیم و طهارت دست روی کنیم می شود، چون که به خاطر کار از خانه دوره می شود. برادر عزیز، یعنی برادرای ما سوال کردن که مقصد بعد اونه که ما قضای حاجت میکنیم از بس که بیرون خنک سرما هست بین پامون شستن، در مقصد اگر شویان بسیار این بچه های ما در همونجا که شستن امکانیتی بیچاره یک پلاتینسای نداره که هم بین پاش قاق کنن. همون تراتر که میپوشن بروکاشون تر، اکثریتش بیچاره همه پرستاتی چیدگیان، اکثریتشون همش گیمرای چیدگیان. برای همین شریعت اجازت میتد که اگر همون خواه از پیش خواه از پس چیزی که خارج چید شما همه را پاک کنید که یگان اثری از همون نماند، یعنی اثری از همون پیشاب یا نجاست چیزی نماند، شما دیگه باقی عضوهاتون را بشوین، همون بین پاتون را که نشوین هیچی باقی ندارد، نمازاتون درسته. لیکن برای آدمایی که امکانیت دارین مقصد جاکاتون یا هوا گرمه یا خانه‌های مثال خوب گرمده هستین، اگه وقتی بعد تازه کردن خواهی نخواهی همون یک بوی مثال بدی در همون بین پا مقصد باقی میمونه. اگر بشوین تازه کنین با نور بالای نور میشود. ولی برای نفرهایی که این خیل ضرورت های پیدا میشن که بیچاره به سبب همون بیمار میشوند، اینها میتونن که طهارت دست روی کنن و نمازاشون خوانن. شخصی که بیماری پوست دارد یعنی پس، در این بیماریش ثواب میگیرد یا نه؟ البته ثواب میگیرد. اینم در یک قسم، اگر چند ایرا بیماری هم نمیگم، همین کسلی پوست سفید میشیدگی را بیماری نمیگن، زیرا این اصلا از گفت طبیب ها نارسایی بعضی همون ویتامین ها در ارگانیسم آدم های. برای همین ایرا بیماری هم نمیگن، زیرا این یک گذرنده نیست. ولی از بس که امروز مثال در بین جامعه ما آدم چه خجالت حس میکنه، با بسیاری آدمایی هست که شاید که قطعی اینها سلام نکنن، با اینا در یک طبق نان نخورن، به همین خاطر که در بین مردم کم کم که همین تا آزرده خاطر و آزرده دل که هستن، شما با این بیماری تونن پیش خداوند ثواب میگیرین. انشاءالله خدا همه شما را ثواب نصیب گردونه. خب بابا جان گفتید که در وقت جانتی شیطان به صورت پدر و مادر می آید و خاطر از دین بیرون کردن ما. استاد گوید ما چه عمل کنیم تا در آن وقت فریب شیطان را نخوریم؟ یعنی گفتیم وقتی که آدم در حالت سکرات هست، ببینید شیطان در همون جا وسواس میکنه. شیطان حتی در درون قبر هم وسواس میکنه. برای همین این حالت ها را مقصد ما چگونه از این بدبخت خلاص شویم؟ البته همیشه همین
عبادت ها را انجام تینه دویم دعا کنین که خدایا دمی آخری مرا دمی راحت کن. خدای مهربان از این دنیا مرا با ایمانت ببر. خدای مرا از همین وسوسه و از همین بدبختی های شیطان خدایا نگه هم بدار. گفته ایره دعا کن و دعا را زیاد کن. الله گفت از ادعونی استجیب لکم، دعا که اجابت میکنم. انشاءالله تا از وسواس شیطان خلاص میشه. سوال دیگر، در روسیه در بعض چیزهای خوراکش عکس مسجد خریستیان ها هست. آیا ما میتوانیم از آنها استعمال کنیم؟ یعنی در روسیه چیزهایی را که میخرن همون مقصد صورتی اکی هم یک چی بگیم ترغیب تشویق های همون کلیساهاشونه، همون جایی که مثال معبدهایی که دارن عبادت میکنن، همون صورتهای همون را میمانند رکلام میکنن. چیزی که در این سلفانا و صدقا همون شرکت های خودشون مقصد رکلام میکنن، صورت بدن هیچی باقی ندارن. فقط همون نگاه کنین که در ترکیباتاشون مثال یگان چیزهایی یعنی همون شبهوار حرام نباشه. از اینش احتیاط کنین، او صورتش هیچی باقی نداره. خدای مهربان خاتمه مانا بخیر کند، ایمانا مانا با سلامت نگه دارد و الله مهربان برادرایی که با ما سوال ارسال کردین، خدای مهربان در عمرتان در جانهاتان برکات نصیب کنه و خدا همه ما را توفیق دهد که با آنچه که شنیدیم عمل کننده باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.